خوش اومدید اکای اونال. همه شما رو انتظارن. قهرمانی من خوش آمدی. بیا رفتیم. یزنا جان، در دنیا مانند یزنه من یزنه قهرمان دیگر نیست. در حقیقت کاری خوب کردی اونال. تبریک میکنم. یزنا جان بسیار تشکر به شما. یزنا جان تبریک. داماد جان من بیا اینجا. میخواهم که یکمین بار داماد جان گفته تو را با آغوش گیرم. مادامی که رسم مادری رحمتی دخترانم زهرا و حلی را یافته آوردی، من بعد من با افتخار میگویم که تو دامادی من هستی. همه کسا قرصک میزنم. یزنا جان بیا بیا. زود رو. داماد جون، داماد شیرین نری من. شیرین جناب، در اصل برای حل یک هدیه. وای نه تنها برای حلی، برای هممان این هدیه است. بسیار هدیه قیمت است. حالا گوی این رسم را چه یافتی؟ تا حال در هیجانم. چخیلی که میگویند ساعت ویران هم در یک روز 2 بار وقت را درست نشان میدهد. بابا جانم بیا اصلا اهمیت ندی. بابا جان حله در اصل من حبونال هیچ چیز نگوی. هر قدری که تشکر گویم کم است. برای ما بهترین هدیه رو در دنیا کردی. بله یزنا جان، اگر این رسم رو پیدا نمی کردید روح مادرم راحت نمی بود. رسم عشقم، تو قهرمان اویلمون شدی. جانم ببین، من در جانی اصل من، تو برای یافتن این رسم چقدر جان فدایی کرده ای، چی زحمت ها کشیده ای، کی میداند؟ بله من برای یافتن رسم زحمت کشیدم، اما حله اونال جان، به خدا که این دفعه مرا قایل کردی. میدانم که تو بسیار زحمت کشیده ای. حالی لبای بابا جان، اکنون وقتی به خانه شوهرت برگشتنم رسید. بابا جان بله، به شوخی میگویم این آدم رسم را یافت. برای بخشیدنش بسیار کاری مفید است. تشکر. بله یزنا جان، دلی همه ما رو یافته توانستید. به این هم همه ما دوست می داشتیم، اما شما قهرمان یزنا جانم. آفرین اونال، آفرین اونال. به خدا من امیدم رو از پیدا کردن آن رس کنده بودم. خیلی زیاد تعریف کردید ده. یعنی ما باید رسم رو پیدا میکردیم. آخر پلیس است، این وظیفه‌اش. لیکن این رسم را که دزدیده بود؟
که رسم را به اینجا آوردن هیچ کس خبر نداشت؟ این رسم را کی دزدیده بود؟ وای کس دیده است وای یک شخصی با سند سر و کار داشته یعنی این خیل رسم را دوست می داشته است یعنی یک دزدی صنعتکاری مشهور. بله. برای چی دزدیده است؟ بیاناتش را گرفتی؟ البته نه خود نگیرم البته گرفتم برای قیمت بها بودنش دزدیده است. معلوم که قیمت بودن این رسم به گوش همه مردم رسیده بوده است. بله. بابا جون رسم کشیده مادر رحمتی هم رو پیدا کرده توانستیم دیگرش مهم نیست. شوهری قهرمانی من. فکر میکنم این رسم رو در یک جای بهتر باید گذاشت. چرا؟ یعنی دزد را شما دستگیر کردید کو؟ یا که از دستتان رها یافته گریخته رفت؟ حالا ایست جواب دهد آنگاه به خانه‌اش میروی؟ بله گوش دارم. نه جانم این خیلی نیست گریختن آسان است یعنی من میخواستم بگویم که در اینجا یک دوست نیست که شاید دیگران باشند دوست ها بسیارند یکش رو که دستگیر کردیم دیگرش چی برای بخطری میگویم. برای بیخطریش گوی؟ با تشبوسی تو نال جان جانم برادر به سرم یک فکر زور اومد. در فکرهای سرت من استغفرالله برادر. به فکرت این نقشه خوب بود؟ تو این نقشه فکر نکن برادر این رو نقشه کلتاکلس میگویم نقشه های من گوشی خر را میجنبانند. همین کمیسر رونال کمتر آدمی ترسانشک است با درون نگوید که من این رسم را نآوردم بعد کارهای ما برباد رود. نه شوکت برادر براحت باش کمی پس با همسرش آغوش کرده میبراید. آغوش کرده؟ البته. استغفرالله. کی جرأت کرده؟ ها؟ کی جسارت کرد که آمده از پیش بینی کنعان رسم رو دزدیده برد؟ ها؟ جواب ده با آن آدم چیکار کنم؟ ها؟ چیکار کنم؟ چرا شما خاموشید؟ اکا آرام شوید خودتان رو به دست گیرید. اکا خوب هستید؟ ای چنگیز تو چخل رسم را پیدا میکنی؟ ها؟ چخل پیدا میکنی؟ گپ زن! نمیدونم. تو چی را میدانی ادار؟ کی میدانستی که آن پایتک را پیدا کرده بیارید؟ باید پرس و پرس کنم. روید. اطاعت سردارم. شما چی ایستاده اید؟ طرف شوید. پدر جان دستتان رو ببوسم. انشالله از امروز اعتباراً داماد راستخور و راستکارم. حالی را دیگر نمیرنجاند. آقای اکرم من حالی را هیچ گاه نرنجاندم. گویا نمیدانم. اگر کلتاکلس نمیمرد از دنبال او نمیدویدی. میدویدی ها؟ این بابای چی علاقه دارد؟ ای تمام کلتاکلس مرده رفت بس است آخر. خوب شد که مرد. ببینید من اونال خاموش شو. من هیچگاه حالی را نمیرنجانم جناب. عالی. از این به بعد او را فقط بالای سر برداشته کرد. کار دیگر ندارم. با اجازت شما ما میرویم بابا جان. خیر جانم. آپا جون مالش که فرو خیلی آپا سفید باشید. جون تو بازدید تو بستی حاله جون. زنب جانم انا ببین. دیدم من نگفته بودم ببین چه خیلی یک دیگر رو آغوش گرفته برامون ایستادن. باجه هم شیری نرست. باجه شیری نرو قیس انگلیس شیری ماده زیبیدن نکی. برادر ثواب باجه رو گرفتی او رو از کاسه شویی و از کار خانه نجات دادی.
برادر رو پیش بوجه تو گوکی اگر بخشش باشد کام بودی. خب کن این گپا رو تو از کجا میاری؟ شوکت بسیار کار خوب رو انجام دادیم. هم به زهرا رسم رو برگرداندیم، هم خانم حله رو با شوهرش با یک تیر دو نشان زدیم برادر. اکنون چیکار میکنیم کیلاس؟ چیکار میکنیم؟ خانم حله وقتی به خانهش رود دیگر ما با کمیسر اونال اینقدر زود و نمیخوریم، از بای خلاص شدیم. خدا و شکر یگان چاره این پرابلم رو پیدا کردن در کار. کو بگو چیکار کنیم؟ حالا میبینیم. سر و سیما نشه، راهشو میابیم. شکری خدا که از یک سرخور خلاص شدیم. چیکار کنیم؟ تقدیر همین. بیا بریم که اشکم درد که. خودت رو به دست گیر شوکت. اپا جون بیا اپا جون جونی اپا. یک چیز گفتن میخواهم. ینگه جانم میوید. چه خیلی انگه جان دمت رو گیر. به خدا ده حقش مردگی و چو میکنی؟ دمت رو گیر. دملای عاشق. دم پدرت رو گیر. تمام خب کردم. اپا جون از آشتی شدنتون بسیار خرسند شدم، اما برای رفتنتون بسیار غمگینم. با شما بسیار عادت کردم. خواهری اپاش، من زود با اینجا آماده شمایان رو خبر میگیرم. غمگین نشو. تا توی تو من همراه تو میشوم، اما زودتر روزی توی رو معین کنید تا توی خوریم. اپا جون تمام گپ رو دراز نکنید. رسم رو کی یافته از نام من روان کرده باشد، این چه خیل کار است؟ باجه هم دیوانه شده است. دیوانه شود به قبر پدرش. مرا فراموش نکن. هرگز فراموشت نمی کنم عزیزم. خیر مایرش خیر. رو بخونم تو بستید. قریب آمد شوکت، قریب. چیکار میکنی؟ دمت رو گیر. تمام. ای شوکت میمیری که بینیت رو تازه کنی. سلامت باشی برادر. پیر شوی. از این هم پیرتر برادر. میروی تصمت رو محکم کن. میایم پنهان شو. خیر تا بازدید و میخوریم انشالله. تا بازدیدی چی؟ خدا اول بکنه بمرن دیگه نبیایم. تقدیر همین است پسرم. بیا مون سر باید مکن. خانم سله تو باز من رو ترخیم میکنی ها؟ نه من معاشم رو گرفتن میخواستم. وزیر من یک آدم شبهدار رو دیدم. با شما وقتی گپ زدن ندارم، ببخشید. ای خدا چونون نابودت سازد که دیگر نبینم. ببخشید. شاید نجو مقابلت میشد نده بسیستا. ای برادر چی کار میکنی تو؟ در جایت نیست، با خوبی تسلیم شد. سرده او میرود. تا ادوکت آمده تو در زیر نظارت. ای برادر تو چی کار میکنی؟ وای میگوریز. اگر شما ادوکت نداشته باشید سود برایتان ادوکت پیدا میکنند. بیشترم شما. ای برادر من پلیسم نمیفهمی تو. سرده ها تو رفته زنهای بیچاره رو غارت کنی ها؟ علت نمیگذارم.
ابله نام من لویت است. مرا در اینجا لویتی دیوانه میگویند. بد اخلاق. ابله یک به یک فهمون کو. برادر چی رو فهمونم؟ گپ زن چی رو فهمونم؟ احمق، این افسانه رو نویسنده اش منم. با چشمانم نگاه کن. مرا کودک خیال میکنی ها؟ تو با کی کار میکنی؟ شما مافیا هستی. بیا سر ویرو نکن. تمام. من خب کردم، تو سر کن. چی رو سر کنم؟ تو سردار ادنا یه چیزی نمیگویم. دیوونا. گپ نداری ها؟ پسرم، نام من لوینت. بد اخلاق. مرا پلیسی خوب دیده با من شوخی و بازی نکن حیوان. ولی در دستی یک کلاس نقلده برادر. کمزور اینجا چی گپ هست؟ رفیق سردارم، یک دزد عاقب پدر رو کمتر پیش دستگیر کردم. نرس احمد، تو اینجا چی کار میکنی؟ چی کار کردی احمق؟ سردار امو چی خیلی آدم است. از سحر او رو میفهمونم اما دیوانه نمیفهمم. تو داری به خدا این را کجای چک گوش کنم؟ زورا شما دروغ رو سر میکنن. گویا آنها یک سر شد که از پشت عملیات کار کرده ایستادن. در کدام شعبه پلیس بوده است و من به عملیاتشون خلل رسوندم. بگید که صغیره میکنه. عقلم نمیگیره من سردار. تو رو به این کار کرده در دیوانه ابله. بچه تو ساده ای یا که عقلت رو خورده ای؟ احمد ببخش ما را برادر، یعنی او دیوانه است، از پرشود غلطیده است. میبخشی پرشود او چت غلطیده؟ دمت را گیر. سردارم من روم که من رو انتظار. تمام احمد برو. یک دقیقه با خدا همین پلیسه؟ پلیس از شعبه امنیت است. چرا تو از اول نگفتی ها؟ من همین خیلی فکر کردم. عجبا هر دیما پلیس بودیم همین خیلی است. من یاردمچی کمیسر لوینتی روزی بیک. بچه دست دبتی؟ با خدا سردار شما با اوچ خیلی توقت میکنید. آفرین شما. خیر من میروم. آمین. پس من این برادر عالی قدر رو گسیل کنم؟ از پسی من نیو. اینجا بیا. تو دیوانه هستی ها؟ دیوانه ای به عقل چور چشمه. کمیسر خبر رسید. نتیجهش معلوم نشد کمیسر. استا نگوی، این به شرف نشنود. از اینجا برو میگویم. برو. گبزن. بردنی رسم را کسی ندیده است. رسم را با اون سراغه برده گریخته است. پیش کانون دیوانه رفتیم کمیسر. چه خیلی که گفته بودید او رسم را میجوید. برای دوز را یافتن آدمانش را فرستاده است. رفیق سردارم، وقتی که شما گفتید که رسم را کنعان دزدیده است من باور نکردم. انا نه باور کردم. تو گپ گوش میکردی ها؟ آدمان کنعان را تعقیب کنید. شاید ما را به دود رسانند. اسم سردارم، برای چی آدمان کنعان را ما تعقیب میکنید؟ حیوان گپ رو نفهمیدی ده. این خانه زیبا را ببین. هر کسی این خانه را ببیند آرزو میکند که انا همین خیل خانه داشته باشد و راحت کرده یانباش کرده خواب رود. کیلس جان وقتی که تورد میکنی همون محصیات را کشیده پایهایت را بشو خانه کمتر بوی کردیسته. شوکت ببین پسرم، اگر گفتنی این سخنها را دوام دادن گیری رفته در پشت در دوام گپت رو بیزن. پسرم کار کردنم در کار، تو نمیفهمی مرا. آخر تیاری دیدنم در کار. جماعت تشنه امری معروفی منم. مفاصل آخی خب کرده میتوانی؟ من قطع یک بار دیگه گازنم او پدر. بله انا گپی خوب. کیلس خوب که باشد بلند بخون مورم بفهمی. تمام بسیار حکمت خوب. بسیار انسان ها را دیدم که در تن لباس ندارم و بسیار لباس را دیدم که در درونش آدم نبود. خوب برادر ایچ خیلی سخن بود با چات هفته شو سخنگوی. این سخنها رو کی گفته باشد؟ مولانا؟ او کیه؟ ای شوکت، این مور با همه حالت مولانا رو نمیدونی کیست؟ ای بخدا نشناختمش برادر. ایچ که یکون خیش تبوری تای من. ای برادر در و بد نگاه نکن. آخی فهمون ما هم فهمیم که این کی است. تمام مولانا خب کن.
خیلی ما را میفهمیدیم همین مولانا کی است؟ برادر، مولانا شخصی اسلامدان است. تمام. برای ترقیات این دین بسیار یعنی کارهای مهم کرده است. اکونومیست زور بود. اکونومیست نه دیوانه، حدیث دان. حدیث چی است؟ ای شوکت، تو از هجری هم گذراندی. یک سوال، دو سوال بس بودگیست. ای برادر، به یک سبق آموختن بسیار ثواب خوب دارد. فهمون که این چی است و کی است. پس جناب شوکت، خسته رو ششته به مسجد جامعه را، یعنی من امر معروف دارم، گوش میکنی و یاد میگیری. من با تو از سری نو موضوع رو نقل نمیکنم. وای با برای امر معروف های تو بلیت گرفته در نوبت ایستادن در کن. تمام شوکت، تمام. من یک تون کار دارم، دوی خطبه جمعه و دوی دسترخوان را از خود باید کنم. کارم بسیار مشکل است. برادر راست گپ، کم ترک دیگر بخوان، وظیفه مفتی رو میگیری. من پرودوسرت میشم، یک بنری کلان میکنم، مینویسم کلسی مفتی. بس کن، بس. تمام برادر، کارت رو بحضور کن. خدا ذهنت رو برو گرداند. آمین برادر. خدا با تو عقل دیه، تو که با عقل شوی برادر. کی باشد؟ با فکرم بوجد اومد. خب کن، سرم رو ویران نکن. کنی پرس کی است؟ کیست آنجا؟ من زهرا. زهرا بوده است. رو کلاسی عاشق. مرحمت خانم زهرا. سلام دامولا، ناراحت کردم شما رو؟ نه استغفرالله. دامولا، باز من نماز شما رو نبریده باشم؟ نه خانم زهرا، من نماز رو همیشه همراه جماعت محله در مسجد میخوانم. ببخشید، فکر نکردم. استغفرالله. این طور باشد دعا میکردید که من آمدم؟ خانم زهرا، حتی دعا هم نخواندم. قرآن قرائت داشتید همین طور؟ دامولا، یک چیز پرسم ممکن؟ اگر به قرآن قرائت کردن کسی خلال رسانی گناهی عظیم است؟ یعنی اگر ندونسته خلال رسانی یگان جای گناهش نیست. ندونسته خلال رساندم. من قرآن قرائت نمی کردم. چی کار میکردید؟ خانم، برای امر معروف روزی جمعه تیاری دیده ایستاده بودم. جماعت امر معروف هایم رو دوست میدارم. دامولو، این طور نگویده؟ چی شد؟ اگر در بین امر معروف کسی دخالت کنه گناه میگیرد مگر؟ ببینید خانم زهرا، گناه نیست. خودتون را اونقدر عذاب ندید. حاضر شما گناه نکرده اید، یعنی من هم امر معروف نداشتم و شما امر معروف رو نبریدید. اوه، شکر زیاد. شما برای چی آمده بودید؟ مرحمت گوش میکنم. دامولو، رسمی مادرم پیدا شد. بسیار خرسند شدم. این را خواستم به شما برسانم. به خدا بسیار خرسند شدم. یزنم دوز رو قپیده است، رسم رو گرفته است، او رو به خانه آورد. چقدر خوشبخت شدم. معلوم است خانم زهرا، از چشمانتان نور میبارد. میدونید آن رسم برایم بسیار ارزش دارد. روحی مادرم رو به یادم می آورد. هر وقتی به رسم نظر کنم گویا که مادرم در برم نشسته است. بله. دامولوزی، یک چیز رو از شما پرسم. مرحمت. روحی گذشتگانی ما بعضن به نزد ما می آمده باشند؟ یعنی از آن دنیا به این دنیا یگان راه است؟ کاش که باشد خانم زهرا، اما این ناممکن است. از آن دنیا بازگشت نیست، معلوم است. اما امروز یا که پگاه ما هم می رویم، همین خیل نه؟ به کجا می رویم؟ به نزد مادرانمون. چه خیلی گفتند همه جاندار مزه مرد رو می چشد. بله. ما هم وقت شاید می میریم. بیاین مسئله امان رو گوشیم. مهم که رسم رو یافتید و خرسند و خوشبخت شدید. مادرم زنده شده نمیتواند، به نزدم آمده نمیتواند، ولی هر وقتی که اون رسم رو میبینم او رو پیش نظرم میآورم، خوشبخت میشوم. باز یک چیز دیگر هست خانم زهرا.
شما خوشبختید که مادرتان پیش از مرگ برای شما از خودشان آن رسم را همچون خاطره مانده است. از تو بی صاحبتر هم هست. تشکر زیاد. شوکت گپ گوش میکردی؟ برادر، اگر تو به زهرا گویی که آن رسم را تو یافته آوردی به تو عاشق نشود، من نامرد. کارت را کن شوکت، عاشق میشده است، این چی دخل دارد؟ حاضر میرم به زهرا میگویم که رسم را تو پیدا کردی. به تو اگر عاشق نشود من نامم را میگردانم. خدا نکند شوکت، اگر این کار را کنی همه را شرمنده میکنی. در جایت چین؟ من کارم بسیار، به من خلال نرسون. ما میگیم این مرده که یاردم کنیم این باشه اجیناش بیدار میشه. گوش کن دادرکم، با هم یک کار کردیم. من یک قانون دارم، آدمانی را که دوست میدارم عذاب کشیدنشان را نمیخوام. رحمت که کنون که از من نرنجیدید ممنون. حاضر تو یک تا به یک تا درباره دزدیدن رسم نقل کرده میدی، طوری فهمم که جانت عذاب نکشد. غمی خودم را نخورده ایستادم، غمی تو را. به خدا گوشم از شبیه که در دارد. حاضر اکه کنون به خدا در کجا و چقدر بودم این رسم را نمیدانم. درد آدم بر این تو را پرسیدم جواب ندادی. در پیشانیت پرانم ابله ها. بسیار کله زیبا داشته ای. تشکر اکه کنانه. گپ زن. جدی نمیدانم، یعنی جدی نمیدانم. نخود که من دانم و با شما نگویم. رسم را از من دزدیده به دیگر کس فروختی. تو مرا ابله خیال کرده ها؟ اکه کنون در حقیقت نمیدانم. قسم که من نمیدانم، به خدا که من نمیدانم. چند بار گویم که میدانم. اینی نمیدانم. بس کن پسرم، بس خاموش. بغیر از تو یگان کس نمیدانست که رسم در دست من است. بگو رسم را کجا کردی؟ بگو زودتر. در اصل یک آدم میداند. تو چی ها میگویی؟ که میداند پسرم؟ شب از خانه میبر اومدم که دو کس با سلاح رو داشتم و گفتن که اگر جواب ندیم مرا میکشم و من مجبور گفتم. به زوری پرسیدم. با کی گفتی که رسم در دست من است؟ حاضر زاغیسیو. زاغیسیو؟ ای مردم، از خدای بترسید که اگر سخنی بگویید میشنود و اگر پنهان دارید میداند و برای مرگ آماده باشید که اگر از آن بگریزید شما را مییابد و اگر فراموشش کنید شما را فراموش نمیکند. خداوند پیامبر اسلام درود خدا بر او و بر آلش را زمان فرستاد که مردم در فتنه ها گرفتار و رشته های دین پاره و ستون های ایمان و یقین ناپایدار بود. در اصول دین اختلاف داشتند و عمر مردم پراکنده بود. راه رهایی دشوار بود و پناهگاه وجود نداشت. چراغ هدایت به نور و کوردلی همه را فرا گرفته بود. خدای رحمان نافرمانی میشد و شیطان یاری میگردید. ایمان بیاور مانده و ستونهای آن ویران گردیده و نشانه‌های آن انکار شده بود. اما مردم حیران و سرگردان بیخبر و فریب خورده در کنار بهترین خانه کعبه و بدترین همسایگان یعنی بت پرستان زندگی میکردند. با دست مردم جاهلیت نشانه های شیطان آشکار و پرچمش برافراشته شد. و گواهی میدیم که غیر از خدای یکتای بی شریک معبود نیست، چون شهادت به یگانگی خدا نشانه استواری ایمان و گشاینده درهای احسان و سبب خوشنودی خدای رحمان و دور کردن شیطان است. خداوند پیامبرمان را با دین آشکار و نشانه پایدار و قرآن نوشته شده و استوار و نور درخشان و چراغ تابان و فرمان آشکار کننده فرستاد.
تا شخها را نابود کند و با دلیل‌های روشن استدلال کند و با آیت الهی مردم را بپرهیزاند و از کیفرهای الهی بترساند. محترم جماعت، خدا از شما راضی باشد. تا باز خدا از شما راضی باشد. از شما راضی باشد. خدا از شما راضی باشد. تو چی خیلی ترسیدی؟ ака охир ту он одамро надидае мисли дев буд ранги ҳайвон буд яъне бисёр қадди дароз дошт сараш ба осмон мерасид бароям омад маро ҳамин хел қапид ҳамин хел қабиду миёна ҳамин хел сахт чихиду бардошт дар ҷоя чӣ маро бардошт бахшиш фикр кун маро бардошт тобам ин хел гирифта баам боло бардошт ту маро ба шашми кам набинака ман машқ кардагиам беқувват нестам яъне чӣ нӯшиданамро намедонам лекин ба фикрам каптарак шароб нӯшида будам барои ҳаминам каптарак қоилам шудам ба худо агар шароб наменӯшидам ҳаргиз ба онҳо қоил намешудам мардакам ман охир дар рӯяш ниқоби сиёҳ дошт мисли человек паук буд қаҳрамон ҳамин медидӣ аз қафо ҳамин хел зебо метофт бардан қадбаланд ба худои зоғи сиёҳ қари миёнама мешикаст ман зоғи сиёҳ ҳамин чашмонамро пӯшидам кушодам ки ҳамин зоғи сиёҳ гум нест нобуд шуд او چی خیلی نابود شد چی خیلی نابود نشده است ها دیگر چیزی نگفت дигар чиз гуфт гуфт як чиз гуфт зуҳро гуфт чӣ хел зуҳроро задӣ ҳаминро пурсид чӣ хел зуҳроро задӣ гуфт зуҳро چی خیلی زهرا پیسرم چی خیلی زهرا تو مگر مرا مسخره میکنی زهرایش کیست зуҳро касест ки аз хонаашон ин расмро дуздида ба сараш якто задам он духтар зуҳро ном дошт ба фикрам зуҳрояш ҳамон духтар аст ҳамон پیسرم کی گیرو زده است با من چی من از تو میپرسم تو باشی زهرا گفته ایستاده ای زهرایش کیست аммо ҳамин хел гуфт зуҳроро ту задӣ гуфт ӯро задӣ гуфт پیسرم کی گفت гуфтам ку зоғи сиёҳ چینگیز لبایکا زاغی سیاه مرا دیوانه میکند کایوه از حیاتم گم شده باشد این دیگر زاغ سیاه است آن زاغ 15 روز پیش مرد او را فراموش کنید یخیلند آن زاغ سیاه را با من یافته بیارید اطاعت سردار رسم را هم چینگیز با چشم سردار چینگیز رسم در کجاست؟ ای بچه مردم این نگاه کنی کمترش نمیگیری تو همه در اومده یکان چیز میفهمیدی بیتارت به مسجد چخیل در رویم برادر به خدا شکر عجایب آدم بوده آقای ایرج لباید عمرو همدردی هم رو قبول کنید یزنهتون مرد زیر خاکش کرده؟ بله در محله بالا او رو جنازه کردیم خدا رحمت کنید استاد اگر اجازه دهید از شما یک سوال پرسم استاد بله اجری من تو رو انتظار بودم استاد میگویند اگر پیشک سیاه رو ببینی 7 قدم به قفا بیرو آیا این گپ درست است و این کار جایز است عجب سوال هجری جواب رو با دقت گوش کن پیشک سیاه که از پیشت برآمد او را شقه زده گذر چرا چون که او خودش کی است که ما 7 قدم به قفا میرفتیم و بعد به پیش او را زیر کرده گذر نویس خدا از شما راضی باشد استاد آمین رفتم روزتون بخیر استاد پیشک سیاه رو شطه زده گذار او خودش کی است که ما 7 قدم به قفا رویم بسیار مسئله مهم را فهمیدیم رفتیم یگان پیشک سیاه رو یافته رو شطه زده گذاریم ба худо бисёр зебид бисёр духтари зебо ҳастӣ хушрӯ буданатро медонистам аммо дар ҳақиқату духтари зебо будаӣ ташаккури зиёда пайтули ба ман гӯш кун ин гарданбанд ба ту бисёр зебид гир инро ба ту ҳадя мекунам ба ман инро қабул карда наметавонам чаро қабул намекардаӣ ту бегона нестӣ ту ҳам аъзои оиламон ҳастӣ ба худо ман дар ҳайрат мондаам
در این لونچوی سرخ زیبایش مرا کشده. اگر هدیه‌ام رو قبول نکنی بسیار میرنجم یاسمن جان. یعنی من هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. آخر من به مادرم چی میگویم؟ هیچ چیز گفتن در کار نیست. این بین من و تو پنهان خواهد ماند. عشقم جانم شیرینی با شیر آوردم در بالای شکلات ریختم. چقدر که دوست می‌داری یاد کرده ای؟ با اشتها جان. بسیار یاد کرده بودم. در نبودنت باره نخورده بودم، چون که همیشه تو رو یاد میکردم. دیگر مرا ترک نکن گلم، من به تو حال زور دارم. نمیروم، غم مخور، شوهر قهرمانم، دیگر نمیروم. در حقیقت قهرمانم؟ بله قهرمانی. اونم از تو یک چیز پرسم. اون دوست کدام دوست؟ دوستی که رسم مادرم رو دزدیده بود جزای بسیار میگیره. حیاتم از همه جزای سخت رو خواهد دید، تو غم نخور. به فکرت این همه خیلی یگان دزدی عادی بود؟ یعنی چی خیلی دزدی عادی؟ یعنی رسم رو برای قیمت بودنش دزدیدن یا اینکه به فکرم برای چیزی دیگری او رو دزدیدن؟ جانم یعنی با گفتن چی چیزی دیگری بودنش ممکن؟ نمیدونم، شاید برای پول باشه. گفت و کوب کردم، برای پول دزدیدن. هیونه من با زور از تو گپ گفته ایستادم. گفتم چقدر دزد رو دستگیر کردی؟ حیاتم لطفاً اما تو مرا برای درباره کار گپ زدنم ترک نکرده بودی؟ اینیه برای همیشه نامی کالتا کلاس رو گرفتن ترک کرده بودم. حله بسیار خواهش میکنم لطفاً این نام رو دیگر نگیر. وای آدم مرده رفت. مالش دیگر نمیپرسم. حله عشقم اکنون من پرسم؟ بپرس. اگر که آن رسم را من یافته نمیتوانستم به خانه برمیگشتی؟ اما یافتی کو؟ بله یافتم تمام. یعنی فرض کردیم نمیافتم. یعنی تو رو یاد کردم اما با تو قهر داشتم. دلم رنجیده بود. برای اومدنم یک سبب در کار بود و بعد تو رسم مادرم رو یافتی. بسیار قهرمانی کردی، بابایم رو راضی کردی. یعنی این بسیار رفتاری خوب بود. هیچ فراموش نمیکنم اونم. ای چی نگاه میکنیم؟ بیا من انتخاب کنم. بیا دو کسا انتخاب کنیم. سلین وقتی که ازم رسم رو روان کرد با چشمانی خودم باور نکردم. بسیار خوشبخت شدم. جانکم بسیار خرسند شدم. در حقیقت یزنه اونال اگر مرا هم از لیونتی دیوانه خلاص میکرد چونان خرسند میشدم که خدای توبه. در اصل مثل بابای من باور نکردم که یزنم رسم رو مییابد. بسیار شرم داشتم. در یک هفته 2 بار شرمنده شدیم. من به 2 مولای زیاد باور نداشتم که او امام مسجد است. سلین به یادم نآور لطفاً وگرنه شرمم می آید. 2 مولای زیاد بسیار انسان خوب است. به زمین این قدر گپ‌هایم نگاه نکرده این توی سوخته رو دوام دادن می خواهد. بله در حقیقت آدمی خوب است. اگر من می بودم در حیاتم قبول نمی کردم. ای جانم قبول نمی کردی؟ تو رو همه نمی پرسیدم. تو رفته لیونت رو گیر. ای زورو بسیار بد است. خدا نگهدار. اما گپت رو به خودت گیر. نمیگیرم. زورو توبه کن. تمام کردم. تمام. 2 مولای زیاد در حقیقت کاری خوب کرد به خاطر بابایم. نیت دارم که برای به او تشکر گفتن یک تحفه بگیرم. چی میگویی؟ بسیار هم فکری خوب. وای به این ارزنده است. راست گفتی. چی گیرم؟ باید فهمیم. یعنی عجبو به 2 مولاها چی پسند باشد. ایستا اینترنت رو بینیم.
ба домулоҳо аҷаба чӣ писанд бошад? селин сафсатагӯиро бас кун, чӣ хеле интернет ҳа? домуло ҳам кору бораш мисли ҳам аст. ӯ ҳам мисли ману ту як инсони оддӣ аст. маҳкам кун. дуруст. намедонам, пас мисли ошиқон ба маъшуқат бояд тӯҳфа кунӣ. зуҳро, як хирсаки калон гирифта тӯҳфа кунӣ, агар бисёр зебо мешавад. бисёр зебо мешавад? як тоям туро дӯст медорам гӯям, баъд бӯсамаш. чӣ хел? не, намешавад. одам хато фикр мекунад, боз фикри бад накунад. не, намешавад. ай, албатта ки намешавад. селин, бисёр сафсата нагӯй. вақте ки хирсаки калон тӯҳфа кардӣ, ӯ чӣ хел мефаҳмад? интернетро бин. дидӣ, боз маро гӯш накардӣ. биё бинем. яъне зуҳроҷон, вақте ки гап задам хуб шудааст. бисёр гап назан, селин. навис. менависам. ба домулои масҷид чиҳо хуш меояд? ба домулоҳои масҷид чиҳо хуш меоянд? ку бинем. یا توبه بخیر است آقای خلیل، در رو شکستین. دوملا یک مسئله عاجلی برآمد. یک کس را نکاح کردن در کار. چرا پیش من آمدید؟ پدر و مادرشان کجایند؟ آنها نکاحی رسمی کردن. آنها را نکاح دینی کردن در کار. مسلمانی نکاح. نکاح مسلمانی؟ ها دوملا. همین هایند؟ یافتی دوملا. آقای خلیل، اما ببینید این جوان با من پسند نآمد. با چشمونش نگرید و کمی شبهناک می‌نماید. اگر پگاه این دختر رو پرتافته رود پس چی می‌شود؟ من با این گناه شریک نمی‌شوم. من نکاح نمی‌کنم. اما دوملا با شبهناک بودن او چیکار داره؟ حق طبیعی کارا بود که. حقم رو می‌دهند. پس این خیلیت بخیر باشد. مبارکتان شود. تشکر زیاد دوملو رحمان. استاد، من در یک مقاله خوانده بودم که اگر نکاح پنهانی کنی این نکاح قبول نمی‌شود. آیا این گپ درست است یا که نه استاد؟ این رو فهمیدید؟ بله. آفرین هجری. بعضی‌ها رواست، بعضی‌ها روا نیست میگویند. در بینشان یک فکر جدا کردن. از همین سبب ببخشید من رد میکنم. جایز نیست، یعنی از من نرنجید نمیکنم. دوملو التماس به حال ما رحم کنه. برادرم دوملا نکاحشان کن، جفت زیبندن. ولی نکاح نمیکنی میرن بعد به نکاح. گوش کن شوکت، حاضر با تو نکاح کردن رو نشان میدیم. بخشش برادر دوملا. دوملا جان، اگر شما مرا حرمت کنید همین دو کس را با هم بپیوندید. ببینید چه دخترک خوشرو که عین شوکنی شه. دوملا دوملا التماس به حال این دو کس رحم کنید. آقای خلیل، یک بار صحبت میکردیم. ای آقای خلیل، با دختر شکایتی ندارم. اگر به شما هم می آمدن نکاح میکردم. اما من با این جوان باوری ندارم. چرا فهمیدن نمیخواهید؟ دوملا این دختر رو من میشناسم، پسر رو هم میشناسم. پدر و مادر دختر میخواهند که دخترشون رو به یک آدم ثروتمند بدهند. اگر شما حاضر نکاح نکنید دختر به خودکشی دست میزنند. عائله دختر از پس دخترند. دختر رو میخواهند به زوری شوهر دهند. برای همین میگویم آنها رو نکاح کنید دوملا. عائله دختر از کفوی نهایان گفتید؟ آقای خلیلی چی تقدیر است که چی بلایی که باشد حتما به سر من می آید. عیبی من چی؟ هیچ چیز. تمام شوکت. اینها رو به درون درار تا من اینها رو نکاح کنم. تمام. بین بدروی. دوملا حاضر من میرم. سومشبه در مسجد رشل میکنیم. تمام، اینجا شوکت و من هستیم. تجری هم آید. حل میکنیم. کاری عاجلیست گفتید که من اینها رو نکاح کرده جوابش رو میدیم. شما رفتن گیرید. خدا از شما راضی باشد دوملا. خدا راضی باشد. سلامت باشید دوملا. شب خوش. هجلی توکلتون به خدا. در آمدیم بچه‌ها. درا شوکت درا. مثلا کتاب‌های دینی توفا میکنیم. چی میگویی؟ نمیدونم که
دوملوزیو بسیار کتاب دارد یا ندارد؟ این خیلی نمیفهمیم. چرا؟ این چه خیلی است؟ ماننده هدیه رسمی است. آنقدر نه هم؟ زورو جون فقط گب میزنی. هیچ چیز هم نیفتیم. موچل دوملو چی باشد؟ من نمیدونم سلین موچل دوملوزیو چی است؟ آدم موچل شوهر شوندهش رو نمیدونست است؟ نگفته بودی که یکدیگر رو خوب میشناسیم؟ تمام فرصت شود از او میپرسم. نه یعنی اگر موچلش رو میدونستی از روی اون هدیه انتخاب میکردیم. مثلا موچل شعر و چیزهای دوست داشتش، ساعتی مکانیکی، ترزوها باشن، منطق رو دوست میدارن. با دوملو زنگ زده موچلش رو پرسی چی؟ روزی تولدش رو بگوید من موچلش رو زود میابم. با خدا سفسته نگوی سلین. در این شب چه خیلی زنگ زنم و هم آدم دیندار به موچل باور ندارد. چرا جانم؟ آدم دیندار است گفته موچل نداشته است. به فکر ماهی است. از کجا فهمیده عجبا که ماهی است؟ چون که موچل بسیاری آدمانی دیندار ماهی است. بله حاضر میبینیم. آدمی که موچلش ماهی است چی هدیه رو دوست می‌دارد؟ سلین باور دارم که یگان بار در انتخاب هدیه خطا نکرده ای. این خیلی سفسطه رو بار اول میشنوم. بله پسرانم، نکاح رو شروع میکنیم. پیش از آغاز کردنم یک چند سوال دارم. پیشتر از این یگان نکاح دینی کرده بودید؟ نه دوملو. پس بار اول است گویید؟ بله دوملو. پس این طور باشد یگان بار در نکاح شاهد بودید؟ نه دوملو. دخترم چرا تو چیزی نمیگویی؟ اگر یعنی تو راضی نباشی میتوانی از این نگاه دست کشی؟ گپی ندارد؟ نه دوملو، من او را دوست میدارم. دوست میداری؟ خیر این طور باشد مجبور میشم نکاح کنم. در نکاح باید هر دو طرف راضی باشند. چی گفتی هجری؟ در نکاح میگم استاد هر دو طرف باید راضی باشند. هجری تو یکم بار کسی رو نکاح کرده بودی؟ هیچ نصیبم نشده است استاد. خوب پس بیا این نکاح رو تو بکن. راست میگوید استاد. راست این نکاح رو تو میکنی. خدا از شما راضی باشد استاد. دوملو این کار غیر امکان است. پسرم من همین جویم و البته که نکاح کردن هجری رو نظارت میکنم. اگر خطا کنم اصلاح میکنم. من شوکت شاهده. کنی سر کن. من سو گذر شوکت. شما با این طرف گذرید؟ بیا دوملو ایس گذر. من باشم در این طرف. این سو گذری. اون سو. آخی من ایدور خوش رو نمیبینم. خوش آیا شما تهارت کرده اید؟ نکاح اصلا ای بچه توقید کجله نکاح رسما نشد؟ سرم را درد کشم. توقش سوز کردم. زهرو بیا یک سلای زیبا گیریم. وای آدم سلاش رو عوض نمی کند، یکی عوض می کند. این روبین این قدر زیبا است. زیبا است لیکن به دوملو زیاد میزیبیده باشد. زودتر یک تاش رو انتخاب کن با او هدیه کنی. ای زورو به همه چیز بهانه میکوبی. بهانه. چی گپ است زورو؟ چی میخندی؟ کجایش خنده است؟ دوملوزیو اگر این را پوشد چی میشده باشد؟ قانونی سلطان سلیمان میشود. تو باشی ملکه زیبا میشوی به خدا. البته. پادشاهم این هدیه به من بسیار خوش آمد. لطفاً این را قبول کنید. برای تو پسند بودن سلطانم. به نزدیکی به من کنیزک‌های زیبا و جوان می‌آورد. چی فکر داری؟ هیچ پسندم نیست. به من وعده داده بودید که من بعد به کنیزانتان نگاه نمی کنید.
خانم سلین زود به اینجا بیا. لبای سلطانم تو شاهد بودی که سلیمان به من وعده داده بودند که دیگر به کنیزان نگاه نمی کند. به شما البته شاهدی میدهم، لیکن یک شرط دارم. چی شرط؟ آن وزیر ابله را باید جزا دهید، یگان جزای سخت. تو این کارو به من گذار. محافظان سری وزیر را از تنش جدا کنه. نه پادشاه هم مرا نکشه. پادشاه هم قربانتان شوم، به حال من رحم کنه، مرا ببخشه. من حالا جوانم، از 100 گلم یک گل نشکفته است. ببینید حتی در رویم یک سوخچه نبر آمده است. مرا نکشید که حیف میشوم. پادشاهم به خانم سلین اگر بار دیگر نزدیک نشود عفوش کنید. حاضر در نزد شما به خدا قسم خورد. خدا بزنم دیگر سلین را نگاه نمیکنم. وجدان انسانی اگر یک بار دیگر سلین جون را نگاه کنم، این همی اچکیام هم میگیرم، کرکرانه میگردم، دیگه سلین نگاه نمیکنم. نپرزورو، یعنی کاش که از وی لوینت خلاصی میافتم. باور کن خیلی خرسند میشدم. اون طرفش رو خودت حل کن جانکم، از من همین قدر. بسیار جامعه دراز بوده است. زورو چی میگوی؟ دیگر هدیه ها رو ببینیم. سلین یافتم، تسبیح هدیه میکنیم. هم بسیار ضرور است، هم به دنبالو هدیه خوب است. فکری خوب؟ این دور باشد. به من میدهی؟ اگر یگان جایش نفهمه باشد میتوانی از من پرسی. خوب، پس جواب ده. یک آدمی بای پیش از مرگش به نزدیکانش چی میگذارد؟ میراث. آفرین فروخ. پس باز یک سوال دیگر. اگر پسر آن ثروتمند فکر میراث پدرش را نکند، از نبیره‌هایش سر کرده دامادهایش و هم به باوری آن آدمی ثروتمند در آمده باشند، پسرش از آن میراث چیزی گرفته میتواند یا نه؟ نه. چی سفسطه میگویی؟ مگر در سکنور چنین سوال ها هست؟ در اصل تو چخیل آدم هستی فروخ. اول شوهر شونده زهرا به باوری پدر در آمد. حاضر باشد شوهری حله رسم رو یافته به باوری در آمد. چخیل باوری تولین تو دانی و خدا میراث پدرم به همون میرسد. اونم پلیس است، البته که رسم رو مییابد. فروخ وای آدم در دستش اونقدر ثروت دارد، در جای تو کسی دیگر می بود برای آن ثروت چیکار های نمیکرد؟ حیاتم، هر چیزی که من دارم از آنی توست. تو هیچ چیز نداری، همه چیز به نام پدرت است. باز همان گپ ها تولین. بله فروخ، باز همان گپ ها. پسندت نامد؟ بیهوده مادرم تو رو بی عقل نمی گفت. حیفی عمری جوانم. من برای تو حیف شدم فروخ. تو از حد گذراندی تولین. هرچی نباشد من مرد هستم، ناموس دارم. تو اولش مرد شو، بعد فکر ناموسی مردیت رو کن. خواب رو. شبی خوش گفتم. نه یعنی با من گپ نمیزنی اکنون. هم گناهگار است هم ناز میکند. گپ نمیزنی گپ نزن. اگر تو با من گپ زدن نخواهی من با تو تماما گپ نمیزنم. تماما جگهت را جدا کن.
عقل تو نمیرسد ای مادر جان، همه لباسیم رو ترک کردی. نباید در پسی در ایستاده ما رو گوش میکردی. چی سفسطه میگویی؟ من گوش نکردم، به حجره میرفتم. خانم تولین چی گپ شده است؟ یاسمن تو ما رو گوش کرده ایستاده ای؟ من به آقای اکرم داروهایش رو بردنی بودم. شبی خوش. یا خدایا توبه، شما به جای من او رو گوید. او رو همیشه از کجای پیدا می شود؟ او بسیار از خود رفته است. کمی دیگر مانده. شما چی ها میگویید؟ نمیفهمم. نفهمیدنت خوب است. هیچ چیز نیست. هیچ چیز. ای مادر، حاضر ایمان باید چخیل نکاح کند. از همه مهم در نکاح در بین هر دو طرف باید که رازگی جای داشته باشد. آفرین هجری، ببین خطا نکردی. در حقیقت همش رو میدونسته است. خوب شد که مرا شرمنده نکرد. حلالت باد هجری. هجری در حقیقت دانا بوده است. این کار رو نکن شوکت. یا توبه، خدایا توبه. یوف. کی آن رسم را روان کرده است؟ فرض کردید که کسی رسم را از خانه حلی دزدیده به کنعان برده داد و بعد اون رسم را کسی دزدیده از نام من به صاحبش برگرداند. این چی کار است؟ کالتاکیلاس، اگر نمیمردی فقط از تو میدیدم. به خانه کنعان بغیر از کالتاکیلاس کی در آمده میتوانسته است؟ این آدم مردنش یک درد است. کالتاکیلاس، کالتاکیلاس. حیاتم چی شد؟ همیخیل یک خوب در خوبم دیدم که گویا تو کالتاکیلاس گفته ایستاده باشی. ببین، یا اینکه از کالتاکیلاس گفتن خوشت میآید. میروم. نیشکم، این چه علاقه دارد؟ این ناممکن است. وای آدم کایها مرده رفت. نمیدونم، شاید آموخته شده باشی. نه حیاتم، تو گفتی که در خواب دیدم. خوب است یعنی خوابی خوش شیرینم. شبی خوش. شب خوش جانم، شب خوش. رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی آمده از کنعان رسم رو دزدید. بعد از نام من به آقای اکرم روان کرد که این کار رو کرده است. رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی از او دزدید. باز کسی از کسی دزدیده رسم رو از من روان کرد. این چی است؟ از این فکر را عقلم را گم میکنم. اوف اوف اوف. اونال اچاقم کن. تمام جانم، تمام.
این خوب کشی نشدیم بلا شد یا توبه. ای شوکت این چه خیلی خراس زنی است، مثل گساله خواب میکشه. در این خونه که در بیرون خواب میروی دیوانه شدی و درون درو. لعنت به کسی که تو رو به اینجا آورد شوکت. با امر خدا و سنت رسول گرامی قدرمان جوان حاضر در شاهدی این دو مسلمان تو بنت سلمت زهرای عزیز زیا ابن حسن را به شوهری قبول داری؟ بله قبول کردم. زیا ابن حسن تو جواب ده، زهرا را به همسری قبول کردی؟ بله. شما هم دیگر رو نمیگیرید؟ چی گپ خودش؟ چرا نمیگرفتم یزنه؟ این یک مکاری بیشرف است. نام این آدم کالتکیل است. چی؟ کالتکیل است گفتید؟ نه زهرا، او میخواد ما را جدا کند، باور نکن. براره دورم سردارم استید. این دو جوان نو نکاح کردن، بگذار کار و باراشون رو حل کنند، بس هر میبره. ابله خاموش است، به این کار دخالت نکن. براره دورم مرا انتظار شد زهرا، میوایم، برگشته میوایم البته. استادم رو با کجا میبرید؟ دمت را گیر، او حتما میوید.